طبق یک قرارداد بین‌المللی نانوشته توی دنیا، نماد و نشان هر سرزمین پرچم اون کشوره و نشان هر کشور بیشتر از هر چیزی برای اون ملت ارزشمنده. پرچم کشورها با ترکیبی از رنگ‌های مختلف روی پارچه یا کاغذ طراحی شدن که برای هر کشور منحصر به فرده و در پس انتخاب طرح و رنگ هر یکی از اونا معنا و مفهوم خاصی نهفته است. پرچم کشورهای جهان همواره در شناخت سرزمین‌های مختلف نقش مهم و اساسی داشته. در واقع پرچم نشون دهنده فرهنگ، سیاست، دین و مذهب، شرایط جغرافیایی و حوادث سرنوشت ساز کشورها در طول تاریخه. اما از همه اینا مهمتر اینه که تصویر پرچم بعضی کشورها به قدری توی ذهن مردم ثبت و نهادینه شده که ذهن شما ناخودآگاه با دیدن اونا به سمت اون کشور خاص هدایت میشه و این مهمترین خصوصیات پرچم یک کشوره. امروز میخوایم مروری داشته باشیم به تاریخچه پرچم ایران از قدیم تا به امروز. سلام دوستان، آرش هستم از کانال دلایت پادکست. در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. پرچم کشور ایران در طول تاریخ به شکل‌های مختلفی وجود داشته و هر سلسله‌ای که سر کار اومده بر حسب عقاید و نظراتش اون رو دستخوش تغییراتی کرده. اولین پرچم ایران با رنگ‌های زرد، بنفش و سرخ بدون علامت یا نشانه خاصی شکل گرفت. درفش کاویانی افسانه نیست و مستندات تاریخی هم نشون میدن مردم در زمان ساسانیان و هخامنشیان از پرچم ایران با نام درفش کاویان یاد میکردن. محمد طبری توی کتابش درباره ویژگی‌های درفش کاویان اینطوری میگه: این پرچم از پوست پلنگ ساخته شده و 5 متر عرض و 7 متر طول داره. اشخاصی مثل ابوالحسن مسعودی هم به این موضوع اشاره کرده. توی بیشتر کتاب‌های تاریخی هم اومده که در زمان ساسانیان درفش کاویان از پوست پلنگ و شیر ساخته شده و نقش و نگاری روی اون وجود نداشته. هر کدوم از پادشاهان ساسانی که به قدرت رسیدن صرفاً جواهراتی رو به اون اضافه می‌کردن. در زمان ساسانی که اعراب به ایران حمله کردن، درفش کاویانی به دست اونا میفته و اون رو با فرش معروف بهارستان پیش عمر ابن خطاب، خلیفه مسلمی میبرن و اون از وجود جواهرات زیادی که روی درفش بود شگفت زده میشه. بعدش دستور میده که جواهرات رو از درفش جدا کنن و اونو بسوزونن. بعد از حمله اعراب به ایران تا حدود 200 سال هیچ نشونی از درفش یا پرچم باقی نموند. فقط افرادی مثل ابو مسلم خراسانی و بابک خرمدین به عنوان قهرمان‌های ملی صاحب پرچم شده بودند. ابو مسلم پرچم سیاه و یک دست و بابک پرچم یک دست سرخ داشت که هر کدوم رو با نام‌های سیاه جامگان و سرخ جامگان میشناختند. توی اون زمان دانشمندای اسلامی وجود هر نوع علامت یا تصویر رو روی پرچم حرام اعلام کردند. از این رو تا سالها هیچ گونه نقش و نگاری روی درفش وجود نداشت. توی سال 255 خورشیدی غزنویان به سلسله سامانیان پایان دادند و حکومت رو به دست گرفتند. سلطان محمود غزنوی دستور داد تا تصویر یک ماه رو روی پرچمی با پس‌زمینی سیاه زردوزی کنند. بعدها توی سال 410 خورشیدی سلطان محمود غزنوی به دلیل علاقه خاصی که به شکار شیر داشت دستور داد به جای ماه عکس شیر رو روی پرچم درج کنند. جالبه بدونید که از اون زمان تا ظهور انقلاب اسلامی ایران نقش این شیر روی پرچم وجود داشته. با سر کار اومدن خوارزمشاهیان یا سلجوقیان علاوه بر درج نقش خورشید روی سکه‌های اون دوران، نقش خورشید به پرچم نیز اضافه شد. مورخا 2 دلیل برای این اتفاق آوردن. شیر نشونه قدرت، شجاعت و دلاوری و ماه مرداده. از اونجایی که خورشید توی ماه مرداد به اوج گرما و نیرومندی خودش میرسه، همبستگی بین شیر با نیمه تابستون مشخص میشه. توی آیین مهرپرستی و میترائیسم خورشید از تقدس بالایی برخورداره و همین دلیل ایرانی‌ها توی اون دوره نماد خورشید رو روی سکه و پرچم قرار دادن. نماد پرچم ایران توی دوره صفویه بجز توی زمانهای حکومت شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول همون شیر و خورشید بود. پرچم ایران توی این دوره زمینه سبز رنگ داشت و نمادهای شیر و خورشید روی اون زردوزی شده بود.
شیر تو همه این پرچم‌ها به شکل‌های مختلفی مثل ایستاده، نشسته، نیمرخ، چسبیده و جدا از خورشید وجود داشت. پرچم شاه اسماعیل یک دست سبز بود و بالای اون تصویر ماه قرار داشت. داستان پرچم ایران قدیم توی زمان شاه طهماسب خیلی جالبه. از اونجایی که شاه طهماسب متولد فروردین بود، دستور داد به جای نماد شیر و خورشید تصویر یک گوسفند رو روی پرچم و سکه های اون دوره قرار بدن. پرچم ایران توی اون دوره مثل پرچم اعراب 4 گوش بود. همچنین جهانگرد فرانسوی ژان شاردن در یادداشت‌های خودش درباره وجود آیه‌های قرآن و نماد شمشیر 2 سر حضرت علی روی بیرق‌های اون می‌نویسه و استفاده متعدد از این نوع نمادهای مذهبی رو از جمله رسومات اون دوره می‌دونه. نادرشاه افشار به دلیل کشورگشایی عظیمی که توی زمان خودش انجام داد و سپاهش نقاط زیادی رو اشغال کرده بود، تغییرات گسترده‌ای توی پرچم ایران به وجود آورد. بیرق سلطنتی یا درفش شاهی با ابریشم زرد و سرخ ساخته شد و تصویر شیر و خورشید روی اون قرار گرفت. درفش ملی ایرانی‌ها توی اون زمان مانند پرچم کنونی ایران از 3 رنگ سبز، سفید و سرخ تشکیل شده بود. نمادهای روی این پرچم شیری در حال راه رفتن و خورشیدی نیمه برآمده بر پشت شیر بود. توی تصاویری که از جنگ نادرشاه افشار با محمد گورکانی پادشاه هند کشیده شده، بیرقی 3 گوش سفید رنگ مشاهده میشه که نواری سبز رنگ گوشه بالای اون و نواری سرخ در قسمت پایین اون به چشم میخوره. همچنین نماد شیری با زاویه نیمرخ در حال راه رفتن و خورشیدی که پشت اون قرار داره در پرچم دیده میشه. از اونجایی که برای اولین بار رنگ سبز، سفید و سرخ روی پرچم‌های 3 گوشه ملی و نظامی این دوره به وجود اومده، مورخا پرچم زمان نادرشاه افشار رو مادر پرچم فعلی ایران میدونن. شروع سلسله قاجاریان با حکومت آقا محمد خان قاجار مقدمه‌ای برای ایجاد چند تغییر اساسی در رنگ و شکل پرچم ایران قدیم بود. اولین تغییر توی شکل پرچم صورت گرفت و از 3 گوشه به 4 گوشه تغییر کرد. از طرف دیگه آقا محمد خان قاجار به خاطر دشمنی دیرینه‌ای که با نادرشاه افشار داشت، از 3 رنگ پرچم زمان اون تنها رنگ سرخ رو برای پرچم ایران انتخاب کرد. همچنین دایره سفیدی وسط پرچم مشاهده میشد که نماد شیر و خورشید توی اون وجود داشت. توی این پرچم شمشیری هم توی دست شیر وجود داره. با روی کار اومدن فتحعلی شاه، ایران صاحب پرچمی 3 گانه شد. پرچم سرخ 1 دست که شیر توی اون نشسته و خورشیدی پشت سر اونه و پرتوهای اون تمام پرچم رو کاملا پوشونده بود. پرچم سفید برای مقاصد سیاسی و دیپلماسی مورد استفاده قرار می گرفت. پس از ورود یکی از سفیران ایران به دربار شهر تزار، یکی از نقاشای روسیه تصویری می کشه که توی اون پرچمی با زمینی سفید و نقش خورشید و شیری شمشیر به دست دیده میشه. محمد شاه قاجار نیز به نوبه خود تغییراتی توی نماد پرچم ایران به وجود آورد و تاجی بالای سر خورشید قرار داد. توی این دوره از 2 پرچم استفاده شده بود. روی یکی از پرچم‌ها شمشیر 2 سر حضرت علی وجود داشت که به درفش شاهی شهرت یافت. روی یکی دیگه از پرچم‌ها شیر و خورشید دیده میشد که از اون به عنوان درفش ملی و نظامی یاد میشد. امیرکبیر به دلیل علاقه زیادی که به شخصیت نادر داشت، دستور داد که از رنگ پرچم‌های زمان نادرشاه استفاده بشه. اما شکل پرچم 4 گوشه و پس زمینه اون سفید باشه. حاشیه بالای پرچم از نوار سبز رنگ و حاشیه پایینی پرچم نوار سرخ رنگ و هم‌عرض نوار بالا استفاده بشه. نشان شیر و خورشید هم مثل سابق وسط پرچم قرار بگیره. همچنین امیرکبیر از ویژگی پرچم‌های 3 گانه فتحعلی شاه به خوبی استفاده کرد و طرح و فرم پرچم ایران رو به شکل امروزی به وجود آورد. بعد از اینکه جنبش مشروطه خواهی توی ایران پیروز شد و تصمیم به تأسیس مجلس گرفته شد، نمایندگان مردم توی مجلس برای تدوین قانون اساسی و متمم دست به کار شدند. اونا توی اصل 5 قانون اساسی این موضوع رو تصویب کردند. رنگ رسمی بیرق ایران سبز، سفید و سرخ و دارای علامت شیر خورشید است. این تصویب بسیار کلی صورت گرفت
و به جزئیات اون مثل ترتیب قرار گرفتن رنگ‌ها، حالت شیر و خورشید و موارد دیگه اشاره‌ای نشد. روحانیون حاضر توی مجلس استفاده از تصویر رو توی پرچم حرام اعلام کردن. اونا رنگ سبز پرچم رو رنگ دینی و مورد پسند پیامبر اکرم میدونستن. پس اون رو بالای پرچم گذاشتن. رنگ سفید رنگ مورد علاقه زرتشتی است. نماد پاکدامنی، صلح و آشتی. رنگ سرخ پرچم نیز به پاس خون شهدای اسلام و کشته شدگان مشروطیت در پرچم گذاشته شد. کشور ایران توی دوره محمد رضای پهلوی 3 پرچم رسمی داشت. پرچم ملی که دارای 3 قسمت مساوی با همان 3 رنگ سبز، سفید و قرمز بود. پرچم دولتی که علاوه بر داشتن ویژگی‌های پرچم ملی، نماد شیر و خورشید نیز در وسط پرچم وجود داشت و در دستگاه‌های دولتی، امور اداری و امور خارجه از آن استفاده می‌شد. پرچم سلطنتی که رنگ آبی کمرنگ داشت و تصویر تاج پهلوی در گوشه سمت چپ پرچم وجود داشت. توی اصل 18 قانون اساسی ایران که توی سال 1358 به تصویب رسید، در مورد پرچم ایران موارد زیادی بیان شده. این پرچم از 3 رنگ سبز که نماد دین اسلام، رنگ سفید که بیانگر صلح و دوستی و رنگ قرمز که نماد خون شهدا و رشادت است تشکیل می شود. نشان جمهوری اسلامی ایران وسط پرچم قرار گرفته. این نشان ترکیبی از 2 کلمه الله و لا اله الا الله و نماد لاله است که در این پرچم سمبولی از خون شهیدان محسوب می شود. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. برای حمایت از ما حتما کانال ما رو دنبال کنید.